هر یک چیزی که ابتدا داره در آخرش با انتها داره، تیار شوی داره، با پایان رسیدن داره. عمر من و شما هم برادران بزرگوار این چنین است. عمر من و شما هم چی نوعی که امروز رمضان به پایان رسید، روزی میشود که عمر من و شما هم به پایان میرسد. خود را در اون بستری که حالت محتضر است، حالت جاندهی است، خود را به پشت میبینی، فقط ملک الموت در چشمهای تو نمایان است. تمام میبینی که عزرائیل در تار سرت ایستاده است، برای قبض روح تو آمده است، برای جان تو را گرفتن آمده است. فراموش نکن برادر، هر نوعی که زندگی میکنی فراموش نکن که روز این زندگی به پایان میرسه. فراموش نکن که حتما روز از دنیا میروی. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند.